آنچه در جزیره آرزوها گذشت. شرکت کننده ها تمام شب رو توی جنگل اردو زدن و مهارت هاشون توی زنده موندن مورد آزمایش قرار گرفت. وقتی حس جهت یابی کیتی باعث شد کیتی و سیدی گم بشن، دوستی اونها به خطر افتاد. مهارت دانکن در گفتن داستان‌های وحشتناک ماهی‌های قاتل رو زهر ترک کرد و ایزی با در آوردن خودش به شکل یک خرس موش‌ها رو سر کار گذاشت. متاسفانه یک خرس واقعی پیدا شد و موش‌ها شب رو بالای یه درخت موندن که واقعاً حالشون رو گرفت. کودی خودش رو خیس کرد و بعدش بارون گرفت. در واقع دیشب هیچ کس نخوابید. در آخر ماهی‌های قاتل بودن که باختن و کیتی رو بدون شیرینی ول کردن. خب آخرین مسابقه سخت بود و اگر لازم باشه چیزی درباره اون بگم اینه که مال امروز خشن‌تره. خوشبختانه همینطوره. ما چه وحشت جدیدی واسه شرکت کننده هامون در نظر داریم. اینو بفهمید در جزیره آرزوها. میخوایم بریم با هم جزیره، اونجا باید خیلی خوب باشه. میخوایم بریم با هم جزیره، اونجا باید توپ به توپ باشه. چه خوش میگذره به ما، میریم ساحل و آفتاب میگیریم، بعدش میریم ماهی گیریم. شبها میریم تو جنگل، میخندیم و آزاد میشیم. چه خوش میگذره به ما. کیتی دوست داشت که تو اینجا بمونی. زود باش، بیا برگردیم میشه بقیه. نه کیتی، دلم برات تنگ شده. این یه خدافزی طولانی بود. چی از جونمون میخواین؟ بریم جشن بگیرین دیگه. خب ما بعد از جشنمون یه دسر اضافی آوردیم، گفتیم شاید شما هم بخواین. حالا که چی؟ یعنی الان مثلا مهربونی؟ خب با گن رو انداخت، ما هم زمان میخوایم که هوا عوض شه. او رفیق، منظورم اینه که مرسی زیرم. چیه رژیمی چیزی داری؟ نه فقط ژله سبز دوست ندارم، همین. مور آروم باش رفیقی، مصنوعیه. ببخشید که انداختمش، مورا منو میترسونن. برکت بکنم رفیق، جوجه ها ببرید احساسو بیدن. تو از جوجه ها میترسی؟ این واقعا یه جورایی مسخره است. اینجوری شد که یه دفعه همه شروع کردن به گفتن از ترساشون. مثلا بیت هی درباره ترسش از پوشیده شدن با حشره ها میگفت. هرولد از اینجاها میترسه. حتی هیدرم از کشتیگیرای سومو میترسه. بزرگترین ترس من چیه؟ فکر کنم زنده خاک شدن. راه رفتن تو میدون میونه تپه ها. پرواز پسر، این یه چیز دیوونه کننده است. من هیچ وقت سوار هواپیما نمیشم، هیچ وقت. من از تگک میترسم، کوچیکه ولی خیلی کشنده است. تنها موندن تو جنگل. مویی که بعد کوتاه بشه. اوه خب من مال خودم رو عوض میکنم. اون خیلی وحشتناک تر از یه میدون مینه. این که مجبور باشم یه بمب تو فشار خونسا کنم. من که واقعا از چیزی نمیترسم. مزخرفه. اوه واقعا؟ تو از چی میترسی آقای عقل کل نابغه؟ استند سلندیون توی مغازه ها. ببخشید من قضیه رو نگرفتم. رفیق تو درباره استند سلندیون تو مغازه ها گفتی؟ اوه من عاشق سلندیونم. استند چیه؟ بهت میگم اون عکس مقواییه که تو مغازه های آهنگ فروشی میزنن. حرفشو نزن رفیق. یه جورایی اندازه واقعیه ولی صافه.
یعنی اگه الان یه استند مقوایی داشته باشیم. ساکت! شماها چی بچه ها؟ باشه، من از دلقکا میترسم مثل بقیه. راستی کورتنی، تو هم از یه چیزی میترسی. به همون بگو. نه هیچی. این چیزی نیست که اون دیشب گفت. دانکن به فکرت نرسید ممکنه من داشتم فقط به تو با اون داستان احمقانت حال میدادم؟ حتما پرنسس، هر جور راحتی. ساکت باش. بچه ها، مسابقه بعدیتون یه بازی کوچیکه که من دوست دارم بهش بگم فاکتور ترس. آماده باشید که با بدترین ترس ها روبرو شید. از اینم بدتر. این دردسره. حالا برای اولین قربانیمون هدر. همتون ما را توی آمفی‌تئاتر ببینید. حالا نوبت کشتیه. گون، من، تو، ساحل و چند تن شن. وایسا، اونا از کجا از ترس شما خبر دارن؟ چون که ما به اونا گفتیم. دیشب کنار آتیش گفتیم. بزرگترین ترس من چیه؟ فکر کنم زنده خاک شدن. چی؟ اونا داشتن حرفمونو گوش میدادن؟ انیشتنی یه برنامه زنده است. اونا همیشه دارن گوش میدن. این واقعا نامردیه. آقای سرآشپز، جوجه ها ببرید احساسو بیده. بیت هی درباره ترسش از پوشیده شدن با حشره ها میگفت. و بیت اینجا یه امتیاز میگیره. مویی که بعد کوتاه بشه. پرواز پسر، این یه چیز دیوونه کننده است. من هیچ وقت سوار هواپیما نمیشم، هیچ وقت. هدر رفت رو صحنه و دومین امتیاز موشها رو براشون ثبت کرد. بریجیت ششمین ساعت تنهاییش توی جنگل رو با اعتماد به نفس کامل شروع کرد. من اصلا نترسیدم. 6 ساعت اینجا بودن هیچی نیست. وای! نگران نباش، به اندازه 1 ساعت هوا هست. تو فقط باید 5 دقیقه بمونی. اینقدر که ما تصمیم بگیریم بیاریمت بیرون. خنده‌دار نیست. هیس، یه قرص بخور. من تمام مدت گوشم با توه. اگه ترسیدی فقط جیغ بزن تا بیارمت بیرون. خدافظ دنیای بعد. مور ببخشید که انداختمش. مورا منو میترسونن.
آره تو میتونی رفیق. وای بگذار. این یعنی دوستت داره. دیجی این کوچکترین مار دنیاست. بجنب. آره ولی این لحظه چو پولکتور لیزه، متنفرم ازش. دیجی ما این امتیاز رو لازم داریم، پس زود باش. چیه؟ ما نباید دوباره ببازیم بچه ها. دیدین؟ ترس فقط تو ذهن آدم هست. تو هنوز اون تو زنده ای؟ فقط 3 دقیقه دیگه مونده. منو بیار بیرون دیگه. نگران نباش، من هیچ جایی نمیرم. قول میدم. یه جور سرگرمی میخوام. یه داستان بگو. چرا از دلقکا میترسی؟ 4 سالم بود که یه بار مامانم منو به یه کارناوال برد تا فیل‌ها رو ببینم. من خیلی هیجان زده بودم. خب انقدر سرگرم نگاه کردن فیلا بودم که این لحظه گمش کردم. صداش زدم ولی وقتی برگشتم تنها چیزی که میتونستم ببینم یه صورت سفید و وحشتناک با لبای سیاه بود. وانمود میکرد که منه. من جیغ زدم و سعی کردم فرار کنم ولی هر رو که میچرخیدم اونجا بود و هی میدوید و هی جیغ میزد. ترنت فقط باش حرف بزن رفیق و ازش بخوا که بره. بسیار خوب، تا وقت گون تموم بشه 2 دقیقه وقت داریم. کدی نوبت توه. این که مجبور باشم یه بمب تو فشار خنثی کنم. بسیار خوب کدی، این بمب آشغالی دقیقاً 10 دقیقه دیگه منفجر میشه. هر چیزی که برای خنثی کردنش باید بدونی تو این نقشه است. چی؟ این امکان نداره، من نمیتونم. پس میدونی پیشنهاد میکنم یه جای امن واسه قایم شدن پیدا کنی. میبینمت رفیق. وایسا، تو نگاه نمی کنی؟ امکان نداره، این یه بمب واقعیه. اینجا هیچ دیواری نیست پسر. اینقدر چنده شاور نباش. خب تو واقعا از چی میترسی؟ استند سلندیان توی مغازه ها. اون خوشگله، واقعا نازه. فقط یه بغل کردن همین کافیه. این واقعا یه جورایی مسخره است. رفیقی از کارتون ساخته شده، عجابش بده. هی واقعا اگه نمیتونی اشکال نداره. سعیمو میکنم. تو میتونی. باشه. آفرین دانکن، تو بی‌نظیری. من تونستم. مشکل چیه دلغک؟ نمیتونی شنا کنی؟ وایسا، آرایشت پاک میشه. حقته، هیولا یارش کرده. خیلی خوب بود ترند، ولی متاسفانه فکر نمی کنم همه چیز برای دوستمون جف اینقدر آروم پیش بره. من از تگک میترسم. کوچیکه ولی خیلی کشنده است. نگاه کنین، اون ابره داره دنبالش میره. انگار که ابر خودشه. منم یه دونه میخوام. بیا اینجا ابر کوچولو.
میتونی کاری کنی که ابر بیاد پایین‌تر و محکم بزنه تو سرش؟ میدونی تو یه مریضی رفیق، ولی آره. اوه این عالیه. هی تا حالا شده احساس کنی که یه چیز یادت رفته؟ بعضی وقتها معمولا بهش محل نمیذارم و خودش میره. اینو نگاه کن، میخوام تو تگرگ مدفونش کنم. مدفون؟ او لعنتی گبن. خب ریچ، تو میتونی این کارو بکنی. فقط 4 ساعت دیگه به رفتن مونده. اوه حتی فکرشم نکنید که منو به ترسون تهیه کننده های عزیز. اون چی بود؟ اگه حد زدن با من باشه باید بگم کدی همین الان خودشو فرستاد هوا. اوپس، کسی اینجا نیست؟ خانوما، آقایون، کسی اینجا نیست؟ گبن تو موفق شدی. اون حالش خوبه. هی ما تونستی. در واقع میخوام از تهیه کننده ها به خاطر روبرو شدن با ترسم تشکر کنم. من به خودم افتخار میکنم. واقعا هیچی واسه ترسیدن وجود نداره. ما موفق شدیم. کل روز دوام آوردیم. تو حاضری؟ 1 2 3. کلن یادم رفته بود که چقدر بامزه‌ای. آره تو هم خیلی نازی. خیلی خب بچه ها، نوبت 9مین نفره. تایلر تو باید برای مسابقه 3 دقیقه با این جوجه ها تو این جعبه سر کنی. تو میتونی تایلر. آره البته اگه مر نباشی. میدونی تایلر اصلا دیگه فرصت نداری. تایلر این آخرین مبارزه است. خودتو لوس نکن. باید انجامش بدیم اگر نه باختیم. در واقع اگه حساب کنید شما نمیتونید برنده بشید. امتیاز 3-7. نه اینطور نیست. ما یه مسابقه دیگه هم داریم. کی؟ من که نیستم. چون من لازم نبود بگی. ما همیشه شماها و واکنش هاتون رو نگاه میکنیم. منظورم اینه که مرسی سیرم. فقط ژله سبز دوست ندارم. همین. من میدونستم. به شماها نگفتم اونا حرفمونو گوش میدن. چه اهمیتی داره؟ این چیزی عوض نمیکنه. پس بذارید بهش هیجان بدیم. اگه بتونی این کار رو بکنی 3 امتیاز بهتون میدیم. تو واقعا از ژله میترسی؟ ساکت شو. فقط از سبزش مثل آب دماغ میمونه. یا میتونی به ترست غلبه کنی و بپری توی این استخر ژله، یا باید بذاری تیمت یه مسابقه دیگر رو هم ببازه. این دیوونگیه. ممکنه من بمیرم. این خیلی ظالمانه است. احتمالاً تا حالا گرم شده. ژله سبز گرم آب دماغ کش داره. نمیتونی منسلطم کنی. همینه برو بالا. اون فقط میخواد مختو بزنه. کوردنی اگه این کارم نکنی اشکالی نداره. واقعا؟ ولی ما میبازیم. نمیتونم انجامش بدم. میام پایین. پس اینجوری میشه. موشها این هفته هم در امان هستند. همینطوره. خجالت میکشم. چرا انقدر ضعیفم؟ حقشه برگردم خونه. خب بسه. غم انگیزه. یکم اعتماد به نفس داشته باش کوردنی. راست میگه که من این گرمه.
فقط 2 تا شیرینی توی بشقاب مونده. امروز شما 3 تا مسابقتون رو کامل نکردین. یکیتون میره خونه و نمیتونه برگرده هیچ وقت. نفر بعدی که اسمشو میخونم بریجیته. و اما آخرین شیرینی امشب میرسه به کورتنی. دفعه بعد جوجه رو میگیری رفیق. انگار اینجا یه سلسله مراتب جدید برقرار شده. انگار اون نمیتونه اعتراض کنه. تایلر باید بره پر بزنه به آسمون. امشب دیگه نمیتونه جا طلبی کنه. بسه دیگه کافیه. من هیچ وقت با هم بودنمون یادم نمیره تایلر. بای.